امام غزالی یک تعبیر جالبی دارد و میاد و برای ما روزه رو تقسیم بندی میکنه. میگه روزه ها یک روزه عموم هست، یک روزه خواص هست، یک روزه خاص الخاص هست، روزه خواص باست. میگه روزه عام مال همون کسایی است که فقط شکمشون روزه است، فقط معدهشون روزه است، خلاصه بس. و متاسفانه ما خیلی در جامعه زیاد مشاهده میکنیم که موضوع این بحث روزه گرفتن معده، خیلی ما فکر میکنیم فقط باید معده ما روزه باشه، تمام معده روزه است، نخوریم نیاشامیم دیگه، بقیه چیزها هیچ مهم نیست. یک عده دیگری هستن که یک مرحله جلوتر میرن و فراموش نکردن که روزه مفهوم واسع‌تری داره. درست. و مفهوم روزه این نیست که ما فقط معده ما روزه باشه، بلکه این هست که ما نه تنها باید معده ما روزه باشه، به طریق اولا ما باید تمام اعضا و جوارح ما در ماه مبارک رمضان روزه باشد. قبل از اینکه معده ما روزه باشه، ما باید ذهن ما روزه باشه. این حالا میشه دربارش تفصیلش بیشتر صحبت کرد. ما باید ذهن ما و عقل ما و قلب ما روزه باشه. باید چشم ما روزه باشه. باید زبان ما روزه باشه. باید گوش ما روزه باشه. باید حتی معده ما غیر از اون خوردن و آشامیدن عادی یک بعد دیگری هم باید بهش بپردازیم، بحث روزه رو. دست و پای ما باید روزه باشه. و خب وقتی که تمام اعضا و جوارح ما باید روزه باشد، اون موقع بعد میبینیم که در این میان موضوع بحث اخلاق چقدر اهمیت پیدا میکنه. درست. چون موضوع بحث اخلاق خودش رو تعریف میکنه. اخلاق، اگر یک قدم برگردیم عقب‌تر درباره موضوع اهمیت اخلاق بخوایم صحبت بکنیم، اخلاق یک موضوع زینتی برای دین نیست، برخلاف اون چیزی که خیلی تصور میکنن. میگن خب دین رو در چارچوب عبادات تعریف میکنن، عبادات نماز بگیر، روزه بگیر، و اون روزه هم که فقط روزه معده، فقط در همون منحصرش میکنن. و بعد دیگه نمازتو بخون، روزتو بگیر، قرآنی هم بخون و حج هم فرصت کردی برو دیگه، مؤمن متقی هستی که به بهشت وارد خواهی شد، از هر دری بخوای بری. اخلاق، معاشرات، معاملات، وقتی انسان نگاه میکنه طرف از مسجد میاد بیرون و نماز میخونه 5 وقت ولی اخلاق ندارد، چطور این نماز رو باید از او بپذیره؟ الله متعال. ما در دین وقتی نگاه میکنیم در قرآن کریم الله متعال حدود 150 آیه، کمتر 150 آیه درباره عبادات صحبت فرموده. احکام عبادات 150 آیه است حدوداً. عبادت های مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، چگونگی عبادت. ولی در مقابل اخلاق وقتی نگاه میکنیم بیش از 1500 آیه ما درباره اخلاق داریم. 10 برابر آیاتی که درباره عبادت هست در قرآن کریم، 10 برابر اون درباره اخلاق است.